از ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت به رادیو آزادی خبر دادند که شعبه کارهای داخلی در شهر پنجکن با گمان قلابی نسبت افضلشاه دوستزاده مدیر شعبه جوانان و ورزش این منطقه پرونده باز کرده و در تفتیشات پیشکی قرار دارد. حادثه ماه‌های فوریه مارت همین سال رخ داده و آخر ماه گذشته به بازپرسی دعوت شده است. بر ضد دوستزاده یک ساکن جماعت دهات سرازم به مقامات شکایت برده و گفته است که گمانبرشده برای آماده کردن بلیط حربی به مقدار تقریبا 28,000 سومانی مبلغ گرفته است. خود افضلشاه دوستزاده این اتهام را رد میکند. وی در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که هیچ کس او را بازداشت نکرده است و تنها وی در این حادثه گمانبر دانسته می شود. از حکومت شهر پنجکن و ریاست جوانان و ورزش ولایت سوخت هم گفتند که دوستزاده از مقامش برکنار نشده است. در شرح این واقعه افضلشاه میگوید نفران به قول او گویا شکایت برده پیوندانش هستند و بین مقامات و آنها نافهمی رخ داده است. این چیز قانونی که باید که ما همین بانک پرداخت میکردیم کیویتانس همه چیز در دست من دادگیان همه چیز دست من هست. من باید پرداخت میکردم. ما اگه خیش خبر به جان خودم بود آدم دیو سرفنگ شه نمیرفتم ما خودمون گفتیم یک جای میگیریم میبریم میسپاریم بعد آزاد میشد و یک مو خدمت را طبق طلبات قانون در همین بوره ما وقتی رفتیم بانک قبول نکرد که این مینه همه آدم زنگ زدگان از وینکمات که قبول نکن تا مبلغش. بر اساس قانون نو جوانان می توانند با پرداخت 25,000 سومانی و گذشتن از دوره یک ماهه تیاری صاحب بلیط حربی شوند. به قول دوستزاده بعد چند وقت این حالت آنها را به شعبه کارهای داخلی دعوت میکنند و او اصل مسئله را میفهماند. مبلغ را وقتی مفتشان از وی پرسان می شود به آنها می سپارند ولی معلوم نیست که دعواگران مبلغ را بازپس گرفتند یا نه. کوشش های ما برای تماس با آنها نتیجه نداد. در همین حال پرونده‌ای که بر ضد این خدمتچی دولتی باز شده است اگر تصدیق خود را در دادگاه یابد از 365 تا 912 نشان دهنده برای حساب‌ها جریمه پیش بینی شده در صورت پرداخت نکردن از 2 تا 5 سال حکم زندان و از حقوق اشغال منصب در کارخانه‌های دولتی را به مدت 5 سال در پی دارد. به اطلاع مقامات دادستانی سال گذشته 5 حالت رشوه‌ستانی برای تهیه حجت عسکری از جانب کارکنان دولتی را آشکار کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.